زادروزت مبارک، زادروزت مبارک. سلام به جمع نشست و سلام به اهل نوا، سلام به گوشه سبز دیار مهرافزا، سلام به هموطن خوشنگاه و خوشبینم، سلام به آن که می بیند می شنود سلام گرم ما را. درودی پر از مهر و صمیمیت نثارتان بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه‌های تلویزیون سیمای شهری پنجکند. از آن شاد و ممنونم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی چمن آرزو مهمان کاشانه‌های پرفیض شماییم در این شام زیبا، در این لحظه‌های خوش و خاطرمان که جمع آمده‌ایم برای تبریکات و تهنیت نفرانی که در این سنه جشن زادروزی دارند. در آغاز برنامه نخست ما کارمندان صدا و سیمای شهری پنجکند، نفرانی که میلاد دارند، تبریک و شاد باش میگوییم و حسن آغاز میبخشیم به تمنیات و تبریکات شما. باعث شاد باشی و تهنیت است که در این شام زیبا رجب و پروینه جشن مولود دارند. رجب و پروینه شما را با بهار 33 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند همسر مهربانتان حسن بای، پدرتان نظام الدین، مادرتان سیده، اپهایتان گلناره، مطلوبه، برادرتان فرخ جان، فرزندانتان داوود شاه، فرنگیز، حاصله، پدر عروستان عیسی بای، مادر عروستان بیگی مای، خواهر عروس هایتان، دادر عروس هایتان، عمه هایتان، خاله هایتان، پیوندان و نزدیکان، خویش و تباران، خاصه اهل عائله تاشفا و رجبفا صمیمانه تبریک میگویند. به این تبریکات هم شریک هستند دوگانه هایتان شکرانه، دادرای، پیوندانتان فاتح جان، جهانگیر و کل خویش و اقربا. صدقاً تبریک گفته برایتان از درگاه یزدان پاک عمری دراز سعدیانه، تن صحت، خوشبختی، سلامتی، پیروزی، خوشروزی و سعادت زندگی را آرزو نموده چنین میگویند: از خنده بخت همیشه خرم باشد، خوشنود زیما و همه عالم باشد. ما دست دعا بهر شما برداریم، ای دیده دل دور ز همه غم باشد. زادروز مبارک باشد. پروینه از بخت خندانت بینیم، چون لعل رخشانت بینیم، در هر بهاری عمر خود دائم گل افشانت بینیم. زادروز مبارک باشد. مولود نکوی عمر بادا تبریک، این یک ز هزار عمر بادا تبریک. در اوج و برار بخت و طالع تو باد، این اوج و برار عمر بادا تبریک. زادروز مبارک باشد. تمنا میکنیم با قلب سرشار شما را باد عمر خوش مددگار. سال روز عمر مبارکتان باد. اینک برای باز هم خوش و خاطرمان گذشتن این شام زادروزی ترانه درخواست شده این لحظه منظورتان میگردد، پذیرا باشد. ای حسن بهار زادروزت تبریک، با بخت هزار زادروزت تبریک. خوشبخت و سعادت و سلامت باشی، با اوج و برار زادروزت تبریک. با چنین بیت تبریکاتی چه خوش است که در این شام زیبا از شهر پنجکند اپی و خواهران تاشه و ماه رخسار و تاشه و گل رخسار جشن مولود دارند. ماه رخسار شما را با بهار 12 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند پدرتان مقصود جان از فدراسیون روسیه، مادرتان سیاره، خواهرانتان گل رخسار یا سومن، باباهایتان عیسی بای، مولان قل، بیبیهایتان بیگی مای، ساجیده،
аммаҳоятон Гул ҷаҳон, Мавлуда, Нур бибӣ, амакҳоятон Ҳасанбой, Ҳусейнбой, Бахтиёр, тағоҳоятон аз Федератсияи Русия Бобоҷон, Умедҷон, Зоиршоҳ, Муҳаммадҷон, янгаҳоятон Мишгона, Мақсуда, Ситора, пайвандонатон Зуҳалшоҳ, Афзалшоҳ, Исмоилҷон, Амиршоҳ, Рустамҷон, холса кулли пайвандону наздикон, хешу таборон табрику таҳният мегӯянд ва баҳри Моҳрухсор чунин мегӯянд: моҳрухсори зебо, ҳамеша зебо бошӣ, як духтари нозанину доно бошӣ. дар мавлуди ту ҷамъ шавем хешу табор, бо мо бошӣ, азизи дилҳо бошӣ. ҷашни зодрӯз 12-солагии баҳори умр муборак бошад. фақат бошад табассум дар лабонат, илоҳо дард набинад ҷисму ҷонат. расад 100 сол умрат дар баҳорон, умеду орзу бинӣ ту хандон. зодрӯз муборак бошад. шуморо бо зодрӯзатон мо муборакбод мегӯем. тамоми ҳастии дунё бар муродатон бод мегӯем. бубинед умр шумо то 180 мегӯем. ҳамеша сарбаланду хонаатон обод мегӯем. моҳрухсор мавлуд муборак бошад. инак барои боз ҳам хушу хотирмон гузаштани ин шоми зодрӯзӣ таронае чун армуғон омодаи пахш аст, пазиро бошед. دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرامش قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. من با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم، میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم. دست تو آرامش قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقات میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم.
مبارک جشن زادروزت، چون این روزی فرح روزت، فراموش ناپذیر باشد همه روزت چون امروزت. گویان باز هم خواهر ماه رخسار گل رخسار تاشه و جشن زادروزی دارند. گل رخسار شما را نیز با بهار 8 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند. باباهایتان عیسی بای، مولان قل، بیبیهایتان بیگی مای، سوجیده، پدرتان مقصود جان از فدراسیون روسیه، مادرتان سیاره، اپاتان گل رخسار یا سومن بانو، امهایتان گل جهان، مولوده، نور بیبی، امکایتان حسن بای، حسین بای، بختیار، تقاهایتان از فدراسیون روسیه، بابا جان، امید جان، زایر شاه، محمد جان، ینگهایتان میشگانه، مقصوده، ستاره، پیوندانتان زحل شاه، افضل شاه، اسماعیل جان، امیر شاه، رستم جان و کل خویش و تباران، پیوندان و نزدیکان صمیمانه و صدقاً تبریک میگویند. برایتان بهترین خوشی‌های رنگین نورسی را آرزو دارند و میگویند گل رخسار و ماه رخسار چه خوش است که در این سنه میلاد عمر دارد. یاد ایام زیبایی که گذشت کنج قلبم گرم است. آرزویم همه سرسبزی شما است. تن شما سالم و روحتان شاداب. آنچه شایسته شماست همان را خواهانم. دل یک دانه شما سبز و بهاری. روزگارتان خوش باد، تولدتان مبارک میگویند همگان پیوندان و نزدیکان و میگویند گل رخسار هر صبح تو را صفا رساند، هم دولتی به بهار رساند. در روز تولدت گل رخسار 100 بار دیگر خدا رساند. زادروز مبارک باشد. گل رخسار شیرین همیشه گلفشان باشی، به آن حسن و به آن عقل رسا کوکب نشان باشی. خدایارت همیشه باشد و پیران مددگارت، نبینی ذره غم را عزیزی مردمان باشی. زادروز مبارک باشد. ماه رخسار و گل رخسار هرچی مقصود دلتان باشد دهد پروردگار. گر شما یک باشد خداوند بدهد 1000 و 100,000. تمنا میکنیم به بهترین آرزو و آمال خویش برسید و بهترین خوشی های رنگین زندگی نصیبتان باشد. سال روز عمر مبارکتان. اینک باز هم برای خوش و خاطرمان گذشتن این شام زادروزی ترانه چون تحفه منظورتان میگردد بپذیرید. در خاندانتان فیض و طرب و سر باشد، جانتان ز غم و درد و بلا دور باشد. آرزو و دعا و تمنای ما این است زادروز خجسته‌تان مبارک باشد. بله، زادروز برای همه نفرانی که در این سنه جشن زادروزی دارند مبارک و خجسته باشد. باشد که همیشه در خاندان شما شادی باشد، سرور باشد، نور باشد، صفا باشد، فیض و برکت همیشه. هویدا. آرزومندم که شاه بیت غزل باشد، بخوان زندگانی بهتر از قند و عسل باشد. همیشه از شهدی ها و شیرینی های زندگی کام شیرین کند و بهترین مقصود دلتان برسد. با آن همین تمنیات اینجا می رسیم به پایان برنامه تبریکاتی و موسیقی چمن آرزو. با شما بودیم راوی برنامه من دلافروزی حفیظ، تنظیمگر اسماعیل جان خالف. سلامت باشد. زادروزت مبارک. زادروزت مبارک.